درود خدمت همه دوستان. بعضی وقتا هست ممکنه شما بخواین داخل یه بازی بیاین جلوه چشمک زدن، سوسو زدن یه لایت و یه نور رو ایجاد کنین، مخصوصا توی بازی های ترسناک. زمانی که شما وارد یه اتاق تاریک میشین و میخواین اون حالت رعب و وحشت رو بیشتر کنین، کافیه یه لامپی داشته باشین که هی خاموش و روشن شه، سوسو بزنه و همزمان هم یه صدای قشنگی براش پخش کنیم. خب برای اینکه ما بیایم یه لامپی ایجاد کنیم که حالت سوسو زدن رو داشته باشه و اون حالت رعب و وحشت رو ایجاد کنیم، ما دو تا راه داریم. یکی این که بیایم برنامه نویسی کنیم، یکی این که بیایم یه راه ساده تر، سبکتر استفاده کنیم و اونم استفاده از متریال برای سوسو زدن لامپ باشه. خب اگر خواستیم که یه کار سبکتر ایجاد کنیم و در واقع خیلی برنامه هامون رو سنگینش نکنیم، بهترین راهش اینه که بیایم از متریال برای لامپمون استفاده کنیم و جلوه سوسو زدن رو با متریال ایجاد کنیم. اما یه خوبی داره سبکه، یه بدی داره که یه طیف یک نواختی رو میاد طی میکنه، دیگه خیلی نمیشه مثل برنامه نویسی رندومش کرد. ولی با این حال ببینیم من تا جایی که تونستم سعی کردم که اون حالت رندوم بودن رو درش ایجاد کنم، هرچند که باز هم مثل برنامه نویسی نمیشه. پس شما وقتی که میخواین جلوه سوسو زدن رو برای لامپاتون توی بازی‌های ترسناک ایجاد کنین، باید تصمیم بگیرین که آیا براتون خیلی مهمه که رندوم باشه، مثلا یه بار 1 ثانیه طول بکشه سوسو بزنین، یه بار 3 ثانیه طول بکشه، یه بار 0.2 ثانیه طول بکشه، به این حالت رندوم باشه، یا نه خیلی براتون مهم نیست، فقط میخواین این حالت کم و زیاد شدن نور رو ایجاد کنین. خب توی این جلسه قرار سبکترین روش سوسو زدن لامپو براتون آموزش بدم، بریم با هم ببینیم. اما قبلش حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین که آموزش‌های جدید به دستتون برسه، زنگوله رو هم بزنین و ممنون میشم اگه لایک کنین و کامنت‌های ارزشمند خودتون رو بنویسین. دوستان برای اینکه ما بیایم جلوه سوسو زدن رو ایجاد کنیم، اول از همین من میام داخل صحنه یه دونه پوینت لایت اضافه میکنم. یه صحنه خیلی ساده دارم که 2 تا در روش هستش. یه لامپ ایجاد میکنم و میام توی کانتنت براوزرم یه راست کلیک میکنم، یه متریال ایجاد میکنم و اسمشم میذارم MTL مثلا لایت فلیکر یا هر چیزی که شما دوست داشتین بنویسید. اول از همه ما باید بیایم این متریالمون رو تبدیل به نور کنیم. چطور این کار رو انجام میدیم؟ خیلی ساده، خود متریال انتخاب باشه، میایم تو قسمت متریال دومین و اینجا کلیک میکنیم و میذاریم روی لایت فانکشن. این خیلی مهمه، اگر این کار رو نکنیم متریالتون خیلی خوب در نمیاد. حالا یک گزینه اینجا فقط به ما میده به نام امیسیو کالر، فقط همین یک گزینه فعال. من میخوام بیام در بازه‌های زمانی مختلف مقدار امیسیو رو کم و زیاد کنم، چون که اسم بازه زمانی میاد قطعا اینجا به نود تایم من نیاز دارم. میخوام بتونم نود تایمم رو حالا خارج از این متریال، میخوام بتونم این تایمم رو کنترل کنم، 1 ثانیه‌ای باشه، 2 ثانیه‌ای باشه، 10 ثانیه‌ای باشه، این سوسو زدن به چه صورت باشه. پس میام ازش یه ضرب میگیرم، یه خط میکشم میزنم مولتیپلای ضرب و اینجا در یک عددی میتونم ضرب کنم، میتونم همینجا ضربش کنم، میتونم یه کانستنت بهش بدم که خارج از متریال هم اگر بعدم خواستم اینستنس متریال ها رو بسازم بتونم ازش استفاده کنم. من میام دکمه 1، اون دکمه 1 که بالای حروف انگلیسی نگه میدارم و یک کلیک روی صفحه انجام میدم، یه کانستنس برام من آورد و این رو بهش وصل میکنم. حالا هر تایمی هر عددی اینجا بهش بدم در تایممون ضرب میشه و مثلا میگم 1 ثانیه‌ای 2 ثانیه‌ای تکرار رو برای من انجام بده. برای اینکه خارج از این متریال بهش دسترسی داشته باشم روی این کانستنت راست کلیک میکنم و کانورت تو پارامتر رو میزنم و اینجا میزنم اسپید، سرعت سوسو زدن رو با این
میخوام تنظیم کنم، فعلا 1 براش میذارم. میخوام یه حالتی داشته باشه که نور هی کم و زیاد شه. هر زمان شما خواستین متریالتون در بازه های زمانی هی کم و زیاد بشه، از نود سینوس یا گره سینوس استفاده میکنیم. پس من اینجا میزنم سین، یه موج سینوسی بهم میده، هی زیاد میشه هی کم میشه، هی زیاد میشه و هی کم میشه. و حالا این موج سینوسی رو من میخوام بین مین و مکسی که بهش میدم کم و زیاد بشه. خب ببینین یه نودی داریم، یه گرهی داریم به نام کلمپ. این کلمپه یه مین میگیره یه مکس میگیره و اون گرهی که بهش وارد شده رو، حالا میخواد هر چی باشه، میخواد رنگ باشه، 2 تا رنگ باشه مثلا با هم دیگه ضرب شده باشه، میخواد مثل اینجا ما تایمو اومده باشیم در بازه‌های زمانی بهش داده باشیم، بین این 2 تا عددی که ما بهش میدیم هی کم و زیادشون میکنه. حالا مینیمومش رو ما گذاشتیم 0، ماکسیمومش رو گذاشتیم 1. اگر من بیام به امیسیو کالر وصلش کنم میبینین که بین این 2 تا بازه زمانی که من بهش دادم داره کم و زیاد میشه. من اینجا رو اگه بدم نیم، میبینین یه حالت خیلی سوسو زدن کمی رو داره. خب همینطور که میبینین اینجا ما یه سوسو زدنی داریم، ولی اون جلوه طبیعی سوسو زدن خود لامپو نداره. از بین این نیم و 1 خیلی آهسته داره کم و زیاد میشه. ما میخوایم جلوهش رو طبیعی ترش کنیم. برای این کار یه گرهی وجود داره به نام فرک. عذرخواهی میکنم، فرک. این گره فرک میاد هر عددی که بهش بدیم فرقی نمیکنه، قسمت اعشاریش رو برای ما بر میگردونه فقط، و بین اون اعشار ببینین داره خیلی رندومتر و سوسو زدن طبیعی تری رو برای ما برمیگردونه. جاهایی که ما میخوایم بیایم پالس دوره‌ای ایجاد کنیم و یه حالت رندومتر طبیعی تری داشته باشه، از فرک استفاده میکنیم. پس به جای این که ما بیایم موج سینوسی رو مستقیم به کلمپ بدیم، یه فرک بهش دادیم، گفتیم هر عددی که به داد بین این فقط قسمت اعشاریش رو سویچ کن. یعنی اگر من اینجا 10 هم بهش بدم خیلی تاثیر روش نمیذاره و بازی بین 0 و 1 اون قسمت اعشاریش، البته بازی بین مین و مکس قسمت اعشاریش رو برای ما برمیگردونه. خب من اینجا اگه مینش رو بدم 1/10 میبینید سرعتش در واقع داره بیشتر میشه. البته سرعتش که نه، چون بین 1/10 تا 1 داره کم و زیاد میشه، اون فاصلهش زیادتر، اینجا شدت رو داره بیشتر به ما نشون میده. پس با این کار ما تونستیم بیایم یه نور رندوم اینجا ایجاد کنیم. حالا اگر خواستیم شدت نور رو دوباره کنترل کنیم، من اگر بیام اینجا بعدم میخوام از این متریال یه اینستنس بگیرم که برای چراغ‌های مختلف بتونم ازش استفاده کنم. میام یه 1 نگه میدارم، دوباره کلیک میکنم اینجا و یه 1 دیگه کلیک اینجا. این دوتا رو به این مین و مکس وصل میکنم. دوباره هر دوتای اینا رو کانورت میکنم تو پارامتر. اینجا می نویسم مین برای مثال اینتنسیتی، اینم راست کلیک میکنم کانورت تو پارامتر مکس اینتنسیتی. اوکی. حالا این رو مقدارش رو میذارم نیم، اینم پیشفرض میذارم 1. چرا تبدیل به پارامتر میکنیم؟ ما میخوایم بعدن بیایم یه متریالی از نوع اینستنس بسازیم که الان بهتون میگم چجوری ساخته میشه. یه متریال از نوع اینستنس بسازیم که خیلی راحت تر دیگه هر بار خواستیم تغییرش بدیم هی نیایم بازش کنیم و اینجا کلی تغییرات بهش بدیم. چطور متریال اینستنس ساخته میشه؟ اگر من بیام و اینجا روی این متریالم راست کلیک کنم و بزنم که create material instance، یه اینستنس از همین متریالمون میگیره که این میشه متریال مادر، این هم میشه متریال فرزند.
اما یه مزیتی که داره وقتی روش دابل کلیک میکنم باز میشه، اینجا اون مواردی که من تبدیل به پارامتر کرده بودم رو به من نشون میده و من میتونم خیلی راحت اینجا تغییرشون بدم. الان کاربردشو باز بهتون میگم. من میام اون متریال اینستنسی که ساخته بودم رو اینجا انتخاب میکنم، لامپ هم که اینجا انتخابه. میام توی دیتیل لامپم، میام پایین تو قسمت لایت فانکشن، اگر پیداش نکردین اینجا سرچ کنین لایت فانکشن، اینجا براتون میاره. در حالی که این متریال انتخابه، شما روی این فلش کلیک میکنین، اون متریال رو به لامپتون میده و دقیقاً مثل همون بازه های زمانی که توی متریال داره کم و زیاد میشه، اینجا هم لامپمون کم و زیاد میشه. حالا متریال اینستنس به چه دردی میخوره؟ متریال اینستنس میسازیم و به این نورمون میدیم. کافیه متریال اینستنس رو شما باز کنین و به محض اینکه اینجا کوچکترین تغییری روی متریالتون بدین، به صورت همزمان اونجا داره اعمال میشه، یعنی به صورت ریل تایم اینور داخل صحنه شما میتونین ببینید. تعداد تکرارها رو میخوام زیاد کنم، زیادش کردم. میخوام کمش کنم، کمش کردم. پس متریال اینستنس خیلی کمکمون میکنه. اولا بتونیم از یک متریال واحد چندین مدل متریال اینستنس بسازم و هر کدوم رو به یه لامپ بدم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت هم برای ما بذارید.